سرخط مهمترین خبرها: استقبال تاجیکستان از آتشبس اسرائیل و ایران. در دوشنبه 2 پسر را از مادرشان گرفتند و حق کار اداره نترلی در کشور بالا می رود. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 25 ایون است و ساعت در دوشنبه 10. تاجیکستان از سازش آتشبس میان اسرائیل و ایران استقبال کرده است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان شام 24 ایون در اظهارات کوتاه گفت دوشنبه امید دارد که این سازش به جنگی که با نقض تمام حقوق بین المللی آغاز شده بود خاتمه میبخشد و برای صلح پایدار در خاورمیانه زمینه مستحکم خواهد گذاشت. آتشبس میان ایران و اسرائیل از صبح 24 ایون آغاز شد، هرچند دو طرف همدیگر را به ویران کردن آن متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ساعت بعد از اعلان آتشبس هم اسرائیل و هم ایران را بر رعایت نکردن سازش متهم کرد و به خصوص از اسرائیل خواست که بمباران ایران را بس کند. 12 روز پیشتر اسرائیل به ایران حمله‌های غافلگیرانه انجام داد و تأسیسات اتمی و دانشمندان هسته‌ای کشور و فرماندهان نظامی‌اش را هدف گرفت. 2 روز پیشتر آمریکا هم به این حمله‌ها پیوست و 3 تأسیسات مهم اتمی ایران بمب‌های عظیمی انداخت. در پاسخ ایران به 2 پایگاه آمریکا در قطر و عراق موشک پرتافت، هرچند مقامات قطر گفتند که این حمله‌ها خساراتی در پی نداشتند. این درگیری از هر دو طرف 10 نفر را قربان کرد. وزیر بهداشت ایران اعلام کرده است که در جریان 12 روز جنگ 606 نفر در ایران کشته شده، قریب 5000 کس مجروح شده است. 107 نفر به گزارش رسانه‌های رسمی ایران در 24 ساعت اخیر جنگ هلاک شدند. مقامات اسرائیل اعلام کردند که در پی حمله‌های موشکی ایران 28 اسرائیلی قربان شده، قریب 1500 کس زخمی شده است. دادگاه ناحیه سینای دوشنبه 2 نورس را از مادرشان گرفته به مکتب اینترنت داده است. ریاست کارهای داخلی پایتخت با نشر این خبر گفت که این نورسان چند مرتبه برای آواره‌گردی و طلبندگی به اداره پلیس برده شدند. نظر مادر نابالغان به حرفهای مقامات معلوم نیست. در خبرنامه رسمی آمده است که 2 نورس از سوی مادرشان که زندگی ناسالم داشت همیشه مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. در حالی که نظر مادر نورسان معلوم نیست، پلیس همچنین او را متهم کرده است که فرزندانش را به طلبندگی مجبور میکرد. این بار اول نیست که در دوشنبه فرزندان را از مادرشان گرفته به مکتب اینترنتی دولتی میدهند. ماه اپریل امسال 2 کودک 8 و 10 ساله را از مادرشان جدا کرده به اینترنت داده بودند. مقامات آن وقت هم گفته بودند که مادرشان این کودکان را میزد و به طلبندگی میفرستاد. نظر مادر نورسان به این قضیه معلوم نشد. کودکس اولیای تاجیکستان به مقامات اجازه میدهد که در صورتی از عهده تربیت فرزندان نبرآمدن والدین کودکان را از آنها گرفته به مکتب‌های دولتی بدهند. در این حالت والدین از حق پدر و مادر پره محروم کرده نمی شوند. در تاجیکستان مبلغ ثبت نام حزب، تشکیلات‌های جمعیتی و نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی 2 برابر زیاد می شود. لایحه قرار حکومت در این باره آخر ماه می به پارلمان ارسال شده. رادیوی آزادی 24 ایون با نسخه آن شناس شد. بر اساس این سند باج دولتی برای بقیه‌گیری حزب‌های سیاسی 100 نشان دهنده برای حساب‌ها یا 7500 سومان تعیین شده است. فعلا حق ثبت نام حزب‌های سیاسی در کشور 50 نشان دهنده و یا 3750 سامانه است. حجم نشان دهنده برای حساب‌ها هر سال میتواند تغییر یابد. در صورت قبول قانون برای ثبت نام سازمان‌های بین‌المللی یا نمایندگی‌های آنها در تاجیکستان 200 نشان دهنده برای حساب‌ها یا 15000 سامانه باج دولتی گرفته می‌شود. در حال حاضر برای این کار 100 نشان دهنده یا 7500 سامانه باج دولتی می‌گیرند. طبق پیشنهاد حکومت مبلغ ثبت نام تشکیلات‌های جمعیتی نیز از 10 به 20 نشان دهنده زیاد خواهد شد. بر اساس قرار حکومت باج دولتی برای بسیار خدمت‌رسانی‌های اداره نترلی از جمله دادن شهادتنامه حقوق به میراث و شهادتنامه حقوق مالکیت نیز زیاد شده است. لایحه قانون از سوی حکومت به پارلمان پیشنهاد شده. معلوم نیست که کی مجلس نمایندگان آن را بررسی می‌کند. با گذشت 6 روز از آتش گرفتن و نابود شدن یک طربخانه معروف شهر خوجند، مقامات اداره آتش نشانی خسارات رسیده به این طربخانه را اعلام کردند. عین زمان معلوم نیست که طربخانه معروف با نام کشتی تیمورملک بر اثر چی آتش گرفته است. خدمات آتش نشانی خوجند گفت که روزهای نزدیک سبب‌های آتش سوزی را معلوم می‌کند. فرزان محمدی تفصیلات بیشتر می‌دهد. مسئولان اداره آتش نشانی در خوجند روز 24 ایون درباره عاقبت‌های آتش گرفتن طربخانه کشتی تیمورملک صحبت کردند. آنها گفتند هنگام سوختار 80% ساختمان کشتی به مساحت عمومی 400 متر مربع سوخته کارناشایان گردید.
آتش‌نشان‌ها سبب نابود شدن قسمی زیادی طرابخانه را به یک مصالح زود آتش‌کننده با نام الوکوبان ربط می‌دهند که در ساختمان طرابخانه اکثراً از آن استفاده کردند. این مصالح در ترکیبش مواد نفتی داشته است و از این روز زود می‌سوخته است. آتش نشان‌ها میگن با آنها میسر شد قسمتی از بینای رستوران را از آتش امین دارند. به گفته آنها یک قسمی حجره‌های یاریرسان کشتی تیمور ملیک به مبلغ عمومی 150,000 سومانی امین نگه داشته شد. حالا تحقیق حادثه ادامه داشته سبب و عاملان حادثه و ضرر عمومی معین کرده می شود. طرابخانه کشتی تیمور ملیک روز 19 ایون آتش گرفت. به گفته بعضی از شاهدان آتش از آشخانه طرابخانه سر زده و علنگه آن تمام انشاءات را فرا گرفته است. سران شبکه طرابخانه یککسرایی که چند ماه پیش اینجا را به اجاره گرفتند در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که به زودی رستوران را برقرار میکنند. عین زمان پاککاری در رستوران ادامه دارد. طرابخانه ماه اپریل سال 2019 در حضور رئیس جمهور امام رحمان باز شد و یکی از رمزهای خوجند دانسته میشد. طرابخانه در ساحل دریای سیر و شفتی باغ کمال خوجندی جایگیر شده است. در آن بیش از 50 کس کار میکردند. اولی ماه اپریل امسال رهبران 3 کشور آسیای مرکزی نیز بعد تجلیل نوروزی مهمان آن بودند. بار اول نیست که طرابخانه‌های یککسرای به کام آتش می رود. ماه ینوری سال 2022 نیز یکی از تالارهای آن آتش گرفته بود. طرابخانه‌های یککسرای از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم‌های عروسی در شهر دوشنبه و خوجند به شمار می رود. سوختار بنا و انشاءات و از جمله رستوران‌ها در تاجیکستان گپی نو نیست. مقامات میگویند فلاکت‌ها بیشتر به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری یا به هم رسیدن ناقل‌های برق و گاه‌ها به سبب آتش زدن برقصانه صورت می‌گیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.  سال گذشته در تاجیکستان صدها نفر را برای رعایت نکردن قانون بحث برانگیز تنظیم جشن و مراسم به جوابگری کشیده و از آنها میلیون‌ها سومانی جریمه ستاندند. بنا به آمار رسمی دادگاه عالی سال 2024 دادگاه‌های تاجیکستان 1435 پرونده مأموری برای رعایت نکردن این قانون را بررسی کرده بیشتر از 1400 نفر را جریمه بستند. به عباره دیگر روزانه در کشور 3 نفر برای بی‌اعتنایی به قانون مذکور جریمه شده است. از این افراد که برخلاف قانون جشن باشکوه برگزار کردند و یا مثلا آش خدایی دادن در عموم بیشتر از 11 میلیون سومانی و یا 1.1 میلیون دلار جریمه ستاندند. بر اساس قانون درباره تنظیم جشن و مراسم که اولین بار سال 2007 قبول و سپس چند بار اصلاح شد، در تاجیکستان برگزار کردن ضیافت و جشن‌های باشکوه یا معرکه‌های حاج زیارت حاج طالبان منع است. قانون مذکور بعد قبول بحث‌های زیادی را در جامعه برانگیخت چون ادعای آن را دخالت دولت به زندگی شخصی مردم مینامیدند. حکومت میگفت که هدف از قبول قانون حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگی ملی، پیشگیری خرافات و تعصب و بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم تاجیکستان است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 ایون را فرا می‌گیرد. 25 июни соли 2015 додгоҳи вилояти хатлон ҳукм кард ки Бурҳон Абдуллоев, раиси зиндонии бозори Ином ва рӯзномаи Самак, ба Раҳматулло Саъдуллоев додарӯси президенти Тоҷикистон барои пас задани шаъну эътибораш 75000 сомонӣ ҷуброн диҳанд ва ҳафтанома раддия нашр кунад. пеш аз ин Муҳибулло Саъдуллоев, додарӯси дигари президент, бар сари тақсими бозори Ином дар шаҳри Тус бо Абдуллоев баҳси тӯлонӣ дошт. Бурҳон Абдуллоев баъди 3 соли зиндон ба озодӣ баромад. 25 июни соли 2013 дар Душанбе китобе бо номи Чанд ҳаёти сӯзондашуда, ҷонҳои рабудашуда муаррифӣ шуд. ин нахустин китобе бар асоси ҳикояҳои воқеии қурбониҳои шиканҷа дар Тоҷикистон ба хотири боло бурдани огаҳии мақомот ва ҷомеа аз шиканҷа дар боздоштгоҳу зиндонҳо мебошад.
25 ایون سال 2015 اتحادیه بین‌المللی محافظت طبیعت مرخور یک جانور زیبای کوهستان تاجیکستان را از فهرست جانوران در ورطه نابودی بیرون کرده است. این سازمان میگوید با اینکه سرشمار مارخور افزایش یافته است، در صورت فعالیت بی‌بندوبار انسان احتمال دوباره کم شدن این نوع بز کوهی وجود دارد. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامان کم بالا رفته ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 125 سامان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 988 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 25 ایون چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت برنامه نوید به انجام رسید. از شما خواهش میکنیم نظر و پیشنهادهای خود را بدون تحقیر و پسندی در زیر برنامه نویسید. سپاس که با ما هستید.